شو انفجار کرده، اما تعالیم بسیار شد تا 2000 بره. سرطان میگیرش میبره. اما او جا از همه خاطر سرش کتی‌های پوشیده شده که گازش نبرویه. بخاطر رادیواکتیو بسیار چیز قوی است. رادیواکتیو چیست؟ رادیواکتیو فرزند بمب اتمی استفاده میشه که بخوره. فرزند اگر بکشه آدم که آتش چیش، اما تا تفتش یک قطرش در بینی آدم بره، آدم میکشه از دست قویست. و یک سوال آخر، راکتور شماره چند انفجار کرده بود در ژاپن؟ نه، راکتور ژاپن انفجار کرده بود. چقدر تبعات وحشتناک داشت او؟ چه وقت انفجار کرد او؟ در سالهای نزدیک؟ در سالهای نزدیک. خورا فکر کنم که سونامی فشار شد، زلزله شد او سونامی آمد، کلش آمده که دو آتش فشانه آمدن که آتش شوسو کنن. اما جنراتورهای فرق بین زلزله و سونامی چیست نیرو جان؟ فرق بین زلزله و سونامی، زلزله سونامی کمه قوی است، کمه که به خاطر که زلزله آدم میکشه فرزن چی شوه، اما او آدم میتونه چند ثانیه. تورنیدو چی است؟ تورنیدو طوفان است که بسیار قوی است، کل چیز با آسمان میکشه، از فرض خانه کل چیز ازش فرار کرده نمیشه. بخاطر او بسیار سرعت داره. فرض آدم ببینه که در اون فرض این از اینجا باشه چند کیلومتر دور باشه، ببینه که در اونجا یک تورنیدو پایان شده، هیچ حرکت نمیکنه. اما در این زمان او با سرعت حرکت میکنه، آدم باید تیز که دور شو پس از اون نزدیک شو. اما در جنگ اوکراین روس فکر میکنیم پیروزی جنگ از آن کیست؟ روسیه است. اما کشورهای اروپایی، اروپا و ناتو به اوکراین کمک میکنه، شاید اوکراین چی شوه. اما روسیه از دست که جیت رو کرد، یک دفعه یک راکت در یک شهر خودش خورده. خب نظر در مورد ایران چطوست؟ ایران چی رقم یک کشور است؟ ایران یک کشور که اورم بسیار امپراتوریای قوی داشته. چی امپراتوریای داشته؟ امپراتوریای عباسیان. امرای بسیار خوب. شاه تشکر یک جان نیرو جان. انشالله شبای آینده دو هفته بعد باز خودتو امپراتوری درانی ها در برنامه ما گپ خواهد زدی. شب خوش عزیزم. دوستای عزیز، پیش از اینکه من موضوعات آغاز بکنم میخوایم که اولین مسئله رو براتون یادآوری بکنم. دوستانو لتاسو طولو نغواړم چې دا لایف لدینه بعد شیر کی چې اوس دی او جدي مسله په حق زه غواړم چې تاسو سره وغږیږم او هغه دا دی چې د ښاغلي طاهر زهیر ډیر نوی انځور زموږ ترلاسه راغلی دی چې ښاغلي طاهر زهیر غواړي چې د خپل کارونو لپاره یو سپیناوی ورکړي خلک ته او افغانستان خلک ته، خاصتا هزاره ورونو ته، او دوی چې غواړي د هغه د طاهر زهیر دا تسلیم شوی کړنو باندې ډېر سپکو خبرې کوي. زه غواړم چې دلته یو خبرې مطرح کوم دوستانو سره چې دوی چې غواړي ولې تاسو تسلیم کیږي او له تسلیم شوی کسانو نه ډېر په بد و رد خبرې کوي. زه غواړم چې دلته یو خبرې مطرح کوم. زما زوی ځکه ما دلته راوستل چې تاسو وګورئ چې کله د یو ماشوم مازغه لږ آرامه وي، ښه سبق ویلی شي او ښه معلومات هم پیدا کولی شي، ځکه چې 24 ساعته وایفای انټرنیټ ورسره دی او که لږې مازغه لږ پیاوړې وي بیا په خپله سرچ کوي، معلومات ترلاسه کوي. او په افغانستان کې اوس مال چې را روان دي ماشومان په داسې یو حالاتو کې نه اوسیږي. زه په دا هیواد کې دوی چې غواړي تسلیم شي هغه خلک ته بیا ورورجان بد و رد وایي. دوستای عزیز، برنامه امشب ما کوشش میکنیم که دوستارم دعوت بکنیم. از شما رو دعوت میکنم بعد تازه ترین تصویری که از آقای طاهر زهیر به دستمان رسیده، تازه ترین تصاویری که از آقای طاهر زهیر به دستمان رسیده، موضوعش ما براتون دوستای عزیز تشریحی گپ میزنم. موضوع تشریحی: طاهر زهیر به تازگی از سوی یک گروهی گفته میشه مقاومتگر
هزارتبار در افغانستان به طالبان پیوسته از سوی یک گروه هزارتبار. ببینید دوستا، 45 سال میشه که افغانستان درگیر جنگ. تازه ترین ویدیو از آقای طاهر زهیر به دسترس من قرار گرفته و امشب میخواهیم صحبت های آقای طاهر زهیر را به بحث و بررسی بگیریم و باز بعدا بحث با دوستا دنبال میکنیم. ببینیم نزدیک به 45 سال میشه که افغانستان درگیر جنگ و بحران و خشونت است و جنگ و خشونت نزدیک 45 سال میشه که افغانستان درگیر بحران و جنگ و خشونت است. نزدیک 45 سال میشه که افغانستان درگیر جنگ و بحران و خشونت است. 45 سال میشه که افغانستان درگیر جنگ و بحران و خشونت است و جنگ و خشونت راه حل قضیه افغانستان نیست. تمام کسانی که هنوز هم اصرار به ادامه جنگ دارد و هنوز هم اصرار به ادامه خشونت. آقای طاهر زهیر داره غیر مستقیم به جبهاتی که همین لحظه و همین اکنون دعوای جنگ دارن صحبت میکنه که من از تمام گروه های درگیر و مخاصمه، گروه های درگیر و مخاصمه که در افغانستان هستن خواهش میکنم و میخوایم از پیششان که جنگ راه حل نیست. آقای طاهر زهیر میگه تمام گروه هایی که در افغانستان میجنگن جنگ راه حل نیست. من دوستای عزیز از شما میخوایم که لایو یک اندازه شیر شود در بین دوستا که من حالا با تمام صحبت های آقای طاهر زهیر بعد به شیوه مکمل براتون میمانم و تحلیل و بررسی میکنیم. در اول طاهر زهیر چگونه به وجود آمد؟ چیستی و ماهیت اصلی و نفس بودن طاهر زهیر در لایه های یک اندازه مقتدر، در لایه های محسوس و آشنا، در لایه هایی که امروز میتونه که به حدی باشه که تسلیم شدنش یک شبکه اجتماعی را به دو روی تبدیل بکنه. یک، مردمی که خواهان جنگ نیستن گفتن قهرمان آقای طاهر زهیر است که من میگم، اما یک عده دوستان مقاومتی من کاسه های داغتر از آش شدن با آقای طاهر زهیر. من امروز چند لایو میدیدم که یک دو سه تا دوست ما لایو آمده بود و میگفت من اینو تو یک آدم هستم، من اینو تو یک آدم هستم، من اینو تو یک آدم هستم. هزارم متوجه باشی که این تو میشی، اون تو میشی، اون تو میشی. من این که این آدم کی است؟ تا به هنوزم مشخص نیست که آیا امی آدم امو چی خوده، امو نامکش به پنسل نوشته شده یا نشده. این آدما میگفتن که هزاره ها بسیار اشتباه بزرگ کردین، هزاره هایی کار کردین، هزاره ها او کار کردین. امروز دقیق هزاره ها در افغانستان دو کار برجسته انجام دادن. یک، ما میتونیم صلح بکنیم و بچه های هزاره امروز نشان دادن که مرده پرست نیستیم. طاهر زهیر کی بود؟ طاهر زهیر اولین و نخستین جوانی بود که در دوره مقاومت های اول در مناطق در صوف به حیث یک قماندان جوان عرض اندام کرد. در دوران جمهوریت با پیشینه فعالیت های مبارزاتیش وارد پارلمان شد و بعد تا سطح وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان صعود کرد. به صفت والی بامیان قرار گرفت و بعد از او که 2 سال تمام با گروه طالبان رسمی در کمال بچه فیلم نشدن. این حال من یک چیز پرسان میکنم دوست عزیز، تویی که تمام خانواده در کشورهای خارجی است و طعنه میتی که تسلیمی میخوایم از پیش خودت بپرسم که عزیز من 2 سال آقای طاهر زهیر در نبود هیچ امکانات ایستاد شد و تسلیم نشد. چند ساعت خودت میتونی که ایستاد شوی و تسلیم نشی؟ چیغ زدن در داخل آلمان ساده است برادر، از پلوی مرکزگرمی از زیر کمپل چیغ زدن بسیار موضوعی وحشتناک است. امروز هزاره‌های با تدبیر افغانستان چی در رأس رهبریشان که امروز آقای طاهر زهیر مطرح ترین فیگور در بین حلقه هزاره‌های ما هست و بعد تمام تفکر و حرکتی که برادرای ارجمند هزاره ما در شبکه‌های اجتماعی انجام دادن خیلی اگر می‌خوایم دوستای عزیز برای شما یک مسئله رو یادآوری بکنم. ارجمند و گرامی، اینجا ما یک مسئله رو بگیم. 2 بار است که اجلاس ویانا به وقوع پیوست. جناب آقای احمد مسعود دستاورد چیست؟
مقاومتیان دستاورد چیست؟ تو داری خیر محمد خیرخواه اندرابی، تو داری برادر گل اکمل امیری و تو داری طاهر زهیر. خب تو داری طاهر زهیر اکمل، هوشیارش کدام است؟ طاهر زهیر، اونو که سر خود بچت میکنه هوشیار است. خب اکمل امیری چند روز کش داشت؟ 72 ساعت. چی رقم کش داشت؟ مرد آمدی و مردانه رفتی و بیادر گل فراموش نمیکنیم و تو به عقاب بلند پرواز هستی و تو از زندوکش هستی و چند روز کش داشت؟ 3 روز. آرام آرام اما عکسکای پروفایلش هم کم شده روانه سمت نشد. 10 روز بعد دیگه اکمل امیری در کجاست؟ 1 ماه بعد دیگه در کجاست؟ 3 ماه بعد دیگه در کجاست؟ در فراموشی مطلق. یه قصهش مفت است. خیرالدین خیرخواه در روز شب و روزی که بیادر گل کشته شده بود میگفتی که دیگه این تیک تاک از دست این غم و بدبختی دیگه سر بالا نخواد کرد. مرا یک پروفایل عکس خیرالدین خیرخواهی کشته میشن، دمو دوران هم رهبرکایشون خود مطرح میکنن سر از اونا و بعد گپ خود میزنن. حالا آقای طاهر زهیر اصلا که چی میگه؟ نزدیک به 45 سال میشه که افغانستان درگیر جنگ و بحران و خشونت است و جنگ و خشونت راه حل قضیه افغانستان نیست. تمام کسانی که هنوز هم اصرار به ادامه جنگ دارد و هنوز هم اصرار به ادامه خشونت دارد، من تقاضا میکنم و سر همهشان صدا میکنم که جنگ و خشونت راه حل قضیه افغانستان نیست و خشونت را به بار می آورد و این چرخه ادامه پیدا می کند. بهتر است که از طریق گفتگو، صلح، مذاکره قضیه افغانستان دنبال شود و جنگ جز ویرانی، تباهی و بربادی افغانستان و بربادی مردم افغانستان خودم نتیجه دیگری را شما اینال بیادر گل چی کنین؟ امیر یک ارزیابی و بررسی بکنین که گفته های امی جوان دقیق است یا نه؟ از تمامی طرف های درگیرم خواست که برادر گل چی بکنن. دوستای عزیز، من از دوستا میخوایم ملګری ښاغلی سره ګډون لري او دوستانو له ټولو نه غوښتنه لرم که کوم دوست یا ملګری غواړي چې موږ سره نن شپې دلته خبرې وکړي، نن شپې تاسو سره دا موضوعات انشاءالله الرحمن خبرې کوو د دې موضوعات په هکله. ښاغلی جنرال صاحب که زحمت نکیږي خپل انځور چالان کوي چې چې دوستانو دلته معلوم شي چې د ستاسو انګیزه څه دی او نور خلک چې راځي بیا هغه خلک هم. مننه کومه جناب نادري صاحب، زمونږ ویاړ، زمونږ افتخار، زمونږ داره ټول اقوام او ټول ملیتونه په تا باندې ویاړ کوي چې تا باندې یو روښانفکره ځوان په دې سوشل میډیا کې په ډېر خپلې دریځ سره خپل حقایق بیانوي. زه ستاسو سره هم نظر یم جناب د تیر جمهوریت یو غړي په حیث باندې چې زه په تیر جمهوریت کې 11 کاله ما په نظام کې برخه درلودله. اوس هغه نظام له منځه تللی ده، شتون نه لري او مشران یې ټول فراریان دي په بهر ملکونو کې مزې او چرچې کوي او خوراک او کبابونه وي، ډیسکوګانو کې ډانسونه وي، شرابونه وي، کبابونه وي، خپل زنا او لیواتت او همدغه عیش و نشاط په دغه اروپا او غرب کې هم لري. نو زه په حیث د یو جمهوریت غړی زه د دغه نوي نظام نه مطلق ملاتړ هم کومه، پسې ولاړ هم یم او څه وسه ورسیږي درېغه ومې نه تېنه یا که مالي مرسته وي هم ورسره کومه او که د جاني